بیشتر خواهران گوش کنند و شما برادران همی پیام را به خواهران برسانید. نبی مکرم اسلام میفرمایند اذا صلت المرأة خمسها، زنی که 5 وقت نماز خود را بخواند و صامت شهرها و روزه ماه مبارک رمضان را بگیره و حصنت فرجها، متوجه عورت خود باشه و اطاعت زوجها و اطاعت از شوهر داشته باشه، قیل لها، گفته میشه برای این زن ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، از هر دروازه بهشتی که میخواهی وارد جنت بشو، از هر دروازه. حتی ببینیم 5 وقت نماز فقط و فقط فرائضه، حتی از خواهرها در این حدیث نوافل خواسته نشده، فقط فرائض. 5 وقت نماز رو بخوان، روزه رمضان رو بگیر، عورت خود را حفظ بکن، اطاعت از شوهر داشته باش، از هر دروازه‌ای که دوست داری، بهشت 8 دروازه داره، از هر دروازه‌ای که دوست داری وارد بهشت بشو.